دهد پیک زفر هر روز راغون. ای دوست بیا تو شاد بر منزل من. یک هم بودی ماکی همین شیرو رو نمیدونیم ایود ننگ توی آر توی ای وطن. دوناتان یک طرف بکنن نه یک طرف میکنن. امروز وطن عرصه ننگ و آر است. بعد اون که ایوب زاده در زادگاهش سنجش های زیادی را از سر گذراند اما آبش رنگ نگرفت. زندگی به مجرا ندار آمد و مجبور شد که با 5 طفل کوچک به پایتخت رخت سفر بندد. کوچ بست آمد ولی نه منزل استقامت داشت نه جای زیست و خوشبختانه یک مرد دلاگاه و خیرخواه او را در خوابگاه دانشجویان در کالج پداگوژی پایتخت جا کرد همراه اهل بیتش و در آمد منزل استقامتی او را از در عمومی از پشت بنا کشودند و او دیگر نه همسایه داشت نه رفت و آمدی درست، چون که همون دیواره بلندی سنگی که از پشت بینوی کالج برداشته شده بود او رو از چشم حق همسایه و راهگذران و حتی از چشم دانشجویان پنهان می داشت. ولی به هر حال او کوشش میکرد که به جمعیت بپیوندد و خوشبختانه ارادتی اصلی دست داد و آهسته آهسته زندگیش به مجرا در آمد، کار یافت و مجرای هر روزه زندگی همون روز موافق به عمل هم آغاز نمود. یک روز تیر ماه که آن وقت در پایتخت هم برق بعضا خاموش میشد، کوچه ها تاریک بودند، در ناحیه مومن آباد در زادگاه شاعر معرکه آراسته می شود و او را با اهل بیتش به مومن آباد می خوانند. ولی متاسفانه از سبب آنکه اکنون کار را او در وزارت تندرستی جمهوری چون ترجمان آغاز کرده بود امکانی رفتن ندارد و با یک ماشین رهگذر زن و فرزندانش را میفرستد و روزی جمعه و شنبه که کار بود یک علاج کده مشغولیت میگذراند و روز یک شنبه وقتی که تنها میماند در خانه گفتیم که نه همسایه دارد و نه رفتارهای جدی و نه اطراف رو درست میشناسد و برای همین بسیار دلگیر میشود. بعدی که چند کتابی رو ورق میگردوند یگون ایجاد پیش آوردن میخواهد ولی هیچ دلش نمیبردارد و بعدی شام به کوچه میبراید. شاید شما دونید که کالج پداگوژی پایتخت در نزد بازار دوستی در اون وقت با نام مرکز تجاری مردان جایگیر است و آهسته آهسته به همون چهارراه میبراید و مشاهده میکند که یک زن روستایی 2 خلطه وزنین بار رو کشان 4 قدم 5 قدم میبرد و با ایستاده کمتر نفس راست میکند، با یکی اون رو یک 5-10 قدم پیشتر برده میموند، با دیومش رو ورده میموند و احوال بد زن رو دیده ایوب زاده آهسته آهسته به او نزدیک میشود و خدمت خود را پیشنهاد میکند. میگوید که خواهر عزیز من تشویش شما رو دیدم و شما کمک کنم خلطاتون رو تو ایستگاه برده رسانم. زن سرش رو برداشته بر روی استاد ایوب زاده نظر میافکنند و یک تبسم ملیح خسته حالانه ابراز می‌دارند که استاد من شما رو شناختم اما درد من کشونده به جای بردن این بارو این خلطه ها نیست. من سحر صالحان از قبادیان برو آمدم و به نهار
با همین دو خلطه باید به خانه اپم که در زرافشان زندگی میکند گمان داشتم تا نیست روز میرسم، ولی در راه تخمینا در 15-20 موضع سلاحداران ما رو باز داشتند، از ماشین فرو آوردند، خلطه هامون خالی کردند، کیم چیزی رو کوفتند و همه خیلی تیت و پیت اونها رو پرت افتند و با از پی عمل خود شدند و ما باز تو جمع کردیم و گیرد کردیم و 15-20 مرتبه که این عمل تکرار شد. من بعد شام به اینجا اومده رسیدیم و راننده بیچاره نیز از هنگ سنا رفته بود و دیگر ما رو هر کدوم خانه به خانه تقسیم کرده نتوانست و آخرون مرا همینجا فرو آورد و گفت که از همینجا زرافشان رفتن آسان است. وقتی که من فرو آمدم به اطراف نظر افکندم، اینجا برای من یک جای ناشناس است و نمیدونم به زرافشان چخیل روم در این سیاهی و ترکی و آیا به زرافشان هم اگر رسم خانه اپم رو یافتم میتوانسته باشم یا نه. از این دهشت انگیزش من از گرسنگی دیگر ایمای حرکت کردن ندارم، دست پام گپ من نمیگیرد. الحال همین بازور خودم رو نگه داشتم نباشد، چشمم دیگر به اختیار من نیست و حاضر پوشیده شده ایستاده است. رحمی ایوب زاده میآید و میگه که هیچ گپ نیست، این مشکل من آسان کرده میتوانم. میپرسد چه است؟ بعد همون بینوی خوابگاه کالج پداگوژی رو نشان میده و میگه که منزل استقامت من پشت همین بینو جایگیر است، بیا خطوات برداشته میرویم، نان و آب یافت میشود و انشاءالله راه جای خوب هم هست و سحر بر وقت بعد بانمون تا برداشته و زرافشان میرویم. زن هم که از هفتش دیگر چاره دیگر نداشت راضی میشود و همراه خلطه رو برداشته به منزل ایوب زاده میروند و ایوب زاده خون رو نزد او میگذارد و چند پیاز و پاره گوشت و چند محصولات دیگر رو نزدش میگذارد. میگوید که من از عهده خراب پختن نمی برایم، مرحمت نان هست، آب و نمک، چای و آب، همه چیز مهیا است، تیار کنید. من یک لحظه یک کیلو ورق میزنم، بعد همراه یک پیاله چای میگیریم، تعطیل میکنیم. زن در بسیار گرسنه بود، دست و آستین برمیزند و کاتوشکا تازه میکند، پیاز پوست میکند، میز میربوند، خوراک تیار میکند، چای میجوشاند، دسترخوان آماده میکند. میبیند که استاد ایوب زاده غنب رفته است. زنی روستایی، زنی کمبغل بیچاره دیگر جرأتی نمیکند که کت خدای خانه رو براحت کند. یک پیاله چای میگیرد، نفسش رو تسکین میبخشد، دسترخوان رو جمع نمیکند، لبی دسترخوان رو میگرداند و از او بر کلپچه رو راست کرده یک بالش تای سر میموند و او هم غنب میرود. چطوری یادآور شدیم همون سالها بسیاری وقت شبانه در پایتخت هم برق خاموش میشد و یک وقتی شب تقریبا ساعتهای ممکن 3:30 یا 4 صدای گفتن در به گوش میرسد و ایوب زاده از خواب بیدار میشود، میخیزد و برق گمان میکند که برق خودش خاموش کرده است. میخیزد و برق روشن کردنی میشود که میبیند برق نیست و همین وقت یک ماشین میگذرد از دور و روشنی به خانه میافتد. میبیند که در روی خانه دسترخوان گستردگی از او بر زنی دراز کشیده است. او هم از تق تق در بیدار شده بوده است و سر از بالش برداشته. گمان میکند که این آدم خوابالو گمان میکند که اویله خودش باشد. میپرسد این کی باشد که در رو میکوید. زن آواز میده که استاد من که خود شما رو درست نمیشناسم، از کجا میدونم در خانه شما رو کی میکوبد؟ و همین وقت به سر ایوب زاده میزند که
این مهمونی بیگاه از کوچه آورده اش است که بیچاره به حال بد گرفتار از غفلت ناگهانی صاحب خانه دلاور نشده است که او را از خواب بیدار کند و در همین وقت از بیرون صدای زن ایوب زاده بلند می شود. اویله ایوب زاده رو با همین فامیلش اصلا تو حاضر نام میگیرد و آواز میکنه که ایوب زاده من میدونم تو در درون خونه یه در کشو. و این ایوب زاده دیگر نمیدوند چیکار کند. این زنی که در خونه است حتی نامش رو نمیدوند که چیکار کند. از همه دهشتش همین که اونچنان اویله از ایوب زاده را رشکش بلند است که به هر رهگذری که ایوب زاده چشم میاندازد یا نگاهی به مهر میافکند رشک میکند. اکنون تصور کنید که در خانه تنها در شب هیچ کس نیست. اگر حاضر همین قصه را به زنش گفتنی شود که یک بیچاره کمبغل رهگذر رو برای شب گذرانی یا برای یک لقمه نان تکلیف کرد بخونه هیچ وقت باور نمیکنه و از تریزه اعتبار میکرد که فرزندانی ایوب زاده هم همراه مادرشان پشت در ایستادند و باز دو سیاهی دیگر رو نیز مشاهده میکنند و باز یک مرتبه دیگر جدی نگاه میکرد که یکی از آنها مرد است و دیگری زن. هر حال که چاره دیگر ندارد باید در رو کشاید چون که زنش بلندتر در رو میکوبد و لحظه به لحظه آوازش رو بلند هم میکند که ایوب زاده در رو کشو، اگر نمیکشویی من در رو شکسته میدارم. بعد ایوب زاده آواز میکرد زنک سراسیمه نشو، اکنون من از خواب بیدار شدم میکشویم در رو، چرا دری تو رو نمیکشو در دستم؟ و گفته آیسته آیسته با پوشوی خانگردیش رو میوبده و نزد در میرسد. دست میکنه که کلید در قلف انداخته شدگی و او با جوی اونکه در رو کشوید کنتر یک بار میگیرد، شاید سرش چرخ میزند و جوی اونکه کلید رو دور گردوند خفو بار میگیرد، کلید از جوش میبروید و متاسفانه از دستش میافتد. در طوری که این طرف صبح میکند که زنش تو چندی عصبی میشود و در همین لحظه مهمان به نزد ایوب زاده میآید میگه استاد من چیکار کنم؟ تو این وقتی ایوب زاده چیکار کردنش رو نمیدونست بعد به سرش میزند که حاضر قوای سر میزند که شاید حق همسایه ها این دانشجویان آموزشگاه دانشجویان کالج جمع شوند و چوره های مشهوری چراغک است اینجا شاید میلیسا پیدا شود. برای همین از بلا حذر گفته به زن مصلحت میدهد که با تشناب در آمده درش رو محکم کند. او سراسیمه پوپوشویش رو با پا میکند، خلطه های جهازش رو پشتی در میموند، خودش به تشناب میدروید که ایوب زاده کلید میگیرد با قلف جو میکند، درم میکشوید. زنش نه سلام نه علیک نه گپ زده برای خونه میدارد میگه کی بود قطعی در پشتی در فش داشتیم ما حاضر جزوی 5 قمیتم کسی باشه و خونه ایوب زاده همون خونه جوروی خوابگاه درون بدستن. این درآمدگاه بعد خونه یکم خونه دیوم او با درون میدراید. ایوب زاده در خونه رو میپوشد، در تشناب رو میکشوید و مهمون سپارش میده که برو نباشه با چنگ زنک بزنیم اگر هردیمونه چون مرغ پر میکنه. زنی بیچاره سراسیمه میبرد و خلطه رو میگیرد و کوچه میتوزد. این فرزندان ایوب زاده مهمانو که بعد معلوم میشود که یکی خوله اویلش بده است، دیگری برادری کلونی اویلش راه میدین و تو زن ایوب زاده خونه های درون بداران رو میبیند میبرد که
меҳмон ба кӯча меброяд. ин кӯдаку меҳмонҳо ҳама ҳайрон мерасад, аз каштали Айюбзода мегирад. Кӣ буди бивай қанҷо? Зана ё асабта вайрон накун. ҳозир ман чизе ки бугум ту бовар намекунӣ. Хубаш кӯдакҳоро даром мебурад, меҳмонҳоро ай боло бигзарон. баъд маслиҳат мекунем. ҳамин вақт аст ки барқ рӯшан мешавад. Барқ рӯшан мешаваду кӯдакону меҳмону оилашам ба хона медоянд ва баъди даромадани онҳо Айюбзода чун як ҷинояткори дар сари дуздӣ дастгир шуда бо сари хам бо як чеҳраи маҳзун аз пушти онҳо ба хона ворид мешавад. як чашмаш ба рахти хоби ҳамун меҳмон меафтад ки як ҷуроби занонаи дароз яъне чулкӣ афтодааст. гумон мекунад ки чулкии ҳамун меҳмон аст ва занашро ба кимчи диққати занашро ба дигар тараф ҷалб мекунаду оҳиста ба он ҷо мегзарад ва ба пош онро ба назди болишт тела мекунад ва мешинад дар ҷояшу ҷуробро оҳиста дар пушташ дар ҷайби пушт мегзаронад ва боз мебинад ки болои болишт як чанд калити қулф истодагианд. онҳоро гумон мекард ки аз меҳмонам. онҳоро ҳам мегирад дар ҷайби дигараш медозаду занаш ҳозирам гуфта истодааст. доду вой овози баланд қатӣ сиёсат кардеса. онҳоро оҳиста ба ҷайбаш мезанаду ба ҳавлӣ мебарояд ва саросима калитҳоро дар ҳамон ҷураб меандозаду давр гардонда ба кӯча мепартояд ки тахминан як 15-20 метр аз ҳавлӣ дур рафта меафтанд ва баъд гӯё ки тамом як ташвиш аз сар соқит шуда бошад, нафаси озод мегираду оҳиста бо гашта ба хона медарояд ки ҷанҷоли занаш ана нав авҷ гирифтааст. наски ман ҳамин ҷабад ҳозир куҷо шуд? оҳ ин хатои навбати хатои нава ба вуҷуд овард гуфта Айюбзода саросима саршам мекашад ки ин ҷурабо ҷурабои меҳмон не ҷурабои оилаш будааст.